Ladies and gentlemen, let's welcome the teams of Tajikistan and Islamic Republic of Iran. Please stand up if you are able for the national anthem of Islamic Republic of Iran. And now, the national anthem of Tajikistan. وارزی سلامت بیننده های عزیز و ارجمند هواداران فوتبال بخصوص اونهایی که با بازی جام کاف میانی بانوان 20 ساله توجه دارند گزارش مستقیم از ورزشگاه مرکزی شهر حصار منظور شما میگردد و امروز نخستین بازی خود را دسته بانوان 20 ساله تاجیکستان در مقابل ایران دایر میکند که این بازی بهترین فرصت است تا بانوان ما توانند یک البته بازی خوب و دیدنی رو مقابل ایران با نمایش گذارند، چون میدانیم ایران یکی از دسته های خیلی قوی است در همه مسابقه های جام کاف حتما برای نتیجه های بلند تلاش میکنند و از این خاطر فکر میکنم تا یک اندازه برای دختران ما خیلی دشوار خواهد بود، ولی نوبت از این هم باید اونها یک بازی خوب رو با نمایش گذارند. خب دوستان عزیز، اونهایی که ما را تماشا کرده ایستادند باید اشاره کرد که از 21 ایول تا 25 ایول در همین ورزشگاه بازی های انتخابی جام کاف میان 4 دسته
منتخب قاره یا عضوی اساسیاسیون فوتبال آسیا مرکزی برگزار می شود. اینها با استثنای تاجیکستان، ایران، ازبکستان و قرقیزستان هستند. در این مسابقه البته ما دسته های افغانستان و ترکمنستان رو نمیبینیم، ولی 4 دسته حالا برای به دست آوردن نتیجه های خوب تلاش خواهند کرد. مسابقه هم طبق سیستم دوری برگزار می شود که هر یک دسته 3 بازی برگزار می کند. و باید گفت که برای دسته بانوان 20 ساله تاجیکستان این مسابقه بهترین امکانیت یا آمادگی به بازی‌های انتخابی جام آسیا 2028 است که ماه اوگوست 28 اوگوست تا 5 سپتامبر سال آینده برگزار می شود. و از همین خاطر فکر میکنم مربیان دسته بانوان 20 ساله کشورمون تلاش میکنند که آمادگی دسته بانوان ما را به مسابقه های در پیش ایستاده باز هم خوبتر و بهتر نمایند. خب از این پیشتر بیننده عزیز، رقابت نخستی این مسابقه برگزار شد. آنجا دسته های بانوان ازبکستان و قرقیزستان با هم رقابت کردند و آنجا که ما بازی نخست را متوجه شدیم، دسته ازبکستان توانست با پیروزی نایل شود. با حساب 1-0 آنها قرقیزستان را شکست دادند و 3 امتیاز نخستین را به دست آوردند. و اکنون توجه به بازی دسته بانوان تاجیکستان و یکی از مدعیان اساسی برای موفقیت در این مسابقه تیم ایران می رود. خب بازی هم شروع شد. از مرکز از جانب بازیگران دسته ایران، آنها با لباس‌های سرخ بازی میکنند و تیم ما با لباس‌های سفید. بیاید به ایتی دسته توجه میکنیم و شروع میکنیم از ایتی دسته بانوان کشورمون که در بازی امروز با چنین هیئت حالا بازی میکنند. خب در دروازه فرهنوز خلدورov است، رقم 1 در خط محافظه رقم 15 شهزاده اوچلدیوا کاپیتانی دسته، رقم 5 مهیناز نورова، رقم 6 آمینه حسینова، رقم 7 مفتونه عربova، رقم 10 شهزاده جورایوا. لکن محافظتگران هستند. رقم 11 مهرانه دولتova، 13 نازیه اوزاقova، رقم 17 نازیه عبدالغفورova، 19 کامیله رسولova و رقم 21 ریحانه شامورودova. یوسف ربیف سرمربی دسته بانوان کشورمون هستند. و البته که ما بعداً در موردی بازیگران احتیاطی دسته بانوان 20 ساله تاجیکستان حرف خواهیم زد. خب هیئت دسته ایران در بازی امروز در دروازه رقم 12 یکتا مهنگ است، در خط محافظه رقم 7 مهدیس رستمی کاپیتانی دسته، رقم 4 ویانا حقشیناس، رقم 6 فاطمه لطفزاده، رقم 8 یاسنا جعفرنیو، رقم 9 مهرسا براری، رقم 10 مریم خلیلی، رقم 11 دینا قربانی، رقم 16 تارا نوروزی، رقم 17 تانیا قربانی و رقم 20 سارا فلاورجانی است و سرمربی دسته مریم جنت نجاتی. این بانو تیم بانوان 20 ساله ایران را راهبری میکند. داوری بازی امروز از ازبکستان هست. این نصیبه بانو توش محمدova با او کمک میکند در کنارها. طور میبینیم یک نفر از ازبکستان، این آیدینوی عبدووهابova و یک نفر دیگر از قرقیزستان آیدینوی کولیچبک. داوری چهارم در بازی امروز از قرقیزستان است گوهر مرزالیوا. حالا تلاش میکنند در مرکز میدان بانوان ما و ضربه، اینا گل دوستان عزیز در دقیقه سوم رقابت و اشتباه خیلی جدی دروازه‌بان دسته ایران و اینک فوتبال دختران تاجیکستان موفق میشوند. خیلی ضربه عالی بود. به نظرم اینجا بازیگر رقم 3 دسته ما، بازیگر رقم 13 معذرت موفق می شود. نازیه اوزاقova غیر انتظار البته در دقیقه 3 رقابت حالا بانوان ما پیشرفت می شوند در مقابل دسته ایران.
و یکی از واقعا هم تیم‌های قوی در این مسابقه، یکی از دسته‌هایی که برای به دست آوردن همیشه در مسابقه جام کاف برای به دست آوردن نتیجه‌های بلند تلاش می‌کنند ایرانی‌ها. یکتا نهنگ دروازه‌بان دسته ایران در این وضعیت خیلی اشتباهی دخل هم کرد و اصلا چندان ضربه شاید قوی نبود از جانب نوزیا زوقووا، ولی محافظتگری دسته بانوان 20 ساله تاجیکستان توانست بسیار خوب هم تلاش کند و البته که برای اجرای ضربه هم موفق شده توانست. حالا تو به دست محافظتگری دسته ایران میرسد. البته آغاز رقابت است. همین نفر مؤلف گلی دسته بانوان مو می باشد. بیا توجه میکنیم از مرکز چگونه بازیگر رقم 17 اینجا پاس داد، ولی خطا بود و شاید همون رسیش به زمین برای دروازه‌بان دسته ایران اندک دشوار بود، ولی ضربه نوزیا هم اندک عجیب اجرا شد از مرکز میدان و موفق گردید. بازیگر دسته ما همین چهره که میبینید الکی گل نخستین دسته بانوان کشورمان رو در بازی جام کاف به هدف میرساند. حالا یک ضربه دیگر، ولی اندک ضربه دورتر از پهلوی دروازه دسته ایران از میدان بیرون میشود و شاید خودی بازیگران ایران هم انتظار نداشتند که در آغاز دیدار تا یک اندازه آنها با دروازه‌شان گل سر می‌دهند. حالا مبارزه بازیگرانی مخصوصاً در مرکزی میدان صورت می‌گیرد. این یک حمله نوبتی بازیگران ایران معلوم است که از روی سرعت آنها برتری خیلی و خیلی کلان هم داشته می‌توانند. مهرسا براری در جریمه‌گاه دسته ما و دروازه‌بان ما خیلی عالی در جای خود ایستاد و این ضربه هم نبود. به هر صورت و توپ را داشته گیری فرهناز خلدورова. و ضربه دروازه‌بانی ما ببینید تو با مرکزی میدان میرود و تو بعد دست دروازه‌بانی دسته ایران هم رفت. آغاز رقابت است. به هر صورت حالا 5 دقیقه تنها سپری شد. تیم بانوان 20 ساله تاجیکستان در این بازی با حساب 1-0 پیش صف هستند در مقابل همسالان خود از ایران. خیلی خوب. حالا یک حرکتی بازیگری کناری دسته ما تو از میدان بیرون شد. برخورد داور اجازه میدهد برای ادامه حمله. حالا بازیگر رقم 11 دسته ما اینجا تلاش کرد. مهرانه دولتова بود. توپ در اختیار بازیگران ما ولی ضربه انجام داده می شود. اگر بدون پاس بازی نکنند و با این شیوه بازی نمایند دختران ما واقعا دشوار می شود و نگفته نماند که دسته را یکی از مربیانی که سالهای اخیر بیشتر فعالیتش در فوتبال بانوان هم هست، یوسف ربیف، سابق حمله‌ور دسته یکچینی فوتبالی تاجیکستان راهبری میکند و با او باز یک نفر دیگر کمک میکند، امید شریپов که فعلا او در دسته جوانان دیگر تدست فعالیت میکنه. خود یوسف ربیف باشد اگر خطا نکنم در دسته موهیر در لیگ یکم با حیث مربی کار و فعالیت میکند. نوزیا زوقووا بود، توپ را از اوت با بازی در آورد و حالا اوت با نفی بازیگران دسته ایران است. بازی اول هم با حساب 1-0 جنبست شد ولی حالا بازی دوم 1-0 جریان دارد در آغاز رقابت، اما معلوم نیست که با کدام نتیجه جمع بحث می شود و ما امید داریم البته دلخواه امتیاز برای دسته بانوان ما این نتیجه خوب است. عموما سال به سال کاف مسابقه گوناگون رو میان بانوان برگزار کرده ایستاده است و برگزار هم حالا میکنند. پیشتر میان بانوان مسابقه ها در سن سال 18 ساله ها 19 ساله ها برگزار میشد و آخرین باره که میان بانوان 20 ساله
مسابقه برگزار شده بود سال 2021 بود اگر خطا نکنم. حالا یک وضعیت بسیار خفناک و پهلوی دروازه اینجا کمک میکند. خیلی خفناک بود. فرهناز خول داره و زود توپ را داشته گرفت. ببینید چگونه اندک اشتباه هم از جانب دروازه‌بان ما هم از جانب محافظتگران، ولی به وقتی بازیگران ما پهلوی دروازه کمک کرد. سال 2025 میانی بانوان یک چند مسابقه ها برگزار شدند، مخصوصا اوید با فوتزال سال گذشته برگزار شد. میانی بانوانی 17 ساله صورت گرفت آنجا مسابقه. ضربه جریمه‌ای بازیگران ایران و توپ از پهلوی دروازه دسته ما از میدان بیرون می شود. البته توجه با فوتبال بانوان خیلی و خیلی زیاد شده ایستاده است در کشورمان. و امسال حالا یک امکانیت خوبی دیگر برای بازیگران ما بیا توجه میکنیم. صورت خوب هم هست، ضربه اجرا میشود و 2-0. واقعا هم غیر انتظار نیست این دفعه و دقیقه دهم رقابت بازیگران ما گل دوم رو با دروازه دسته ایران روان میکنند. در 10 دقیقه اول دو توپ فوتبال باز دختران ما با دروازه ایران وارد میکنند، جرأت پیدا میکنند، بازی خیلی خوب نشان میدن. مهناز نورова مهناز بازیگر رقم 5 او هم محافظتگر است. ببینید با چگونه سرعت و با چگونه حرکت ضربه را اجرا میکند و اینجا بازیگر رقم 11 هم شانس داشت، ولی مهناز نورова با یک حرکت بسیار هم خوب توانست موفق شود و گلی خود را مثل کریستیانو رونالدو جشن میگیرد. مهناز نورова واقعا هم باور نکردنی است در مقابل دسته ایران. بانوان ما حالا با حساب 2-0 پیش صف میشوند. بیننده عزیز و اکنون بانوان ایران حالا انگیزه بلند میگیرند. دروازه‌بان ما کجاست و محافظتگران این وضعیت را برطرف میکنند. انیقی از جانب بازیگران ایران اندک بازی نشان داده می شود که بیشتر میخوان اونها حمله های خود را انجام دهند. دوام میکنند بازیگران تیم ایران که تو به دست یکی از بازیگران ما رسیده است. خب اینجا ضربه جریمه‌ای و این میتواند خیلی خفناک باشد برای بانوان 20 ساله کشورمان. حالا در نزد با یاسنا جعفرنیام پرتاب بلندی بازیگر رقم 8 دسته ایران و دروازه‌بان ما فرهناز خول داره و موفق شد برای داشته گرفتن توپ. حالا مبارزه در مرکز برای به دست آوردن توپ و نفی بازیگران تیم ایران است. البته خیلی دشوار است برای بانوان ما در یک ساعت بازی کردن، ولی همین مسابقه جام کافا حالا تمام پیشگویی‌ها و نظرهای ما را در مورد نتیجه کلاً دیگر کرده ایستاده است. من مثال میارم مسابقه که سال گذشته برگزار شده بود میان بانوان 17 ساله و همین قریب همین هیئت دسته ما اشتراک کرده بود و اونجا دسته ما در مسابقه
чандон натиҷаи баланд нишон надод. дар се бозӣ се шикаст буд, ягон ту ба дарвозаи ҳарифон назада буданд. миёни бонувони 17 сола 1-0 аз Қирғизистон мағлуб шуданд, 1-0 аз Узбекистон ва 4-0 аз Эрон. ин мусобиқаи соли гузашта буд. ҳоло аз ин ҳолат баромаданд бозигарони дастаи Эрон. дарвозабони мо бояд ба пеш барояд ва хуб ҳам ин ҳолатро бартараф кард Фараҳнос Хулдорова. ҳоло боз ҳам имконият барои бонувони мо аз марказ андаке зарба иҷро шуд. ва барои ҳамин фикр мекунам ки дар бозии имрӯза ҳоло натиҷаи хуб гирифта истодем ва як зарбаи хафнокро дарвозабони мо Фараҳнос Хулдорова бартараф мекунад. аҳсан бисёр ҳамлаи хафноке доштанд бонувони эронӣ ва хушбахтона дарвозабони мо дар ҷои худ хеле хуб далерона қарор гирифт ва ин вазъиятро бартараф кард. ҳоло андаке ба хати муҳофиза нишастанд бозигарони мо. гуфтем байни бонувони 20 сола мусобиқаи ҷоми кафа танҳо як маротиба сурат гирифта буд, он ҳам соли 2021 дар Узбекистон. ҳоло туп дар ихтиёри бозигарони дастаи Эрон ва довар ишора мекунад ки хато сурат гирифтааст. соли 2021 дастаи бонувони мо дар гурӯҳ дар 4 бозӣ зинаи охирро ишғол карда буд. мусобиқа дар Тоҷикистон шуда буд аз соли 2021 ва дар 4 бозӣ 1 гол зада буданд ва 14 туп сар дода буданд. бо ҳисобҳои калон мағлуб шуданд. аз Эрон 3-0, аз Қирғизистон ҳам 3-0 ва аз Узбекистон 7-1. хуб, ҳоло зарбаи ҷаримавӣ барои бозигарони Эрон. бисёр зарбаи хафнок ту ба тири дарвоза бар мехӯрад ва бозам ва инҷо ишора мешавад ки офсайд. хеле хафнок буд, махсусан иҷрои зарбаи ҷаримавӣ аз ҷониби Ясно Ҷаъфарниём. биё таваҷҷӯҳ мекунем, зарбаш бисёр хатарнок буд. дарвозабони мо натавонист онро баргардонад. баъдан зарбаи дуввум ҳам ба тири дарвоза бархӯрд, вале аз офсайд зада шуд. хеле олӣ. зарбаи бисёр хуби дарвозабони мо ба марказ. خب باید باز هم تلاش کنند بازیگران ما، تلاش کنند نه تنها برای نتیجه بازی را نگاه داشتن، حتی برای انجام دادن حمله ها. آب به نفع بازیگران ما. و بانوان ایران این حالت را برطرف کردند. اکنون میخواهند با حمله روند، ولی اینجا علاقه محافظتگران ما اند. پس به کناری راست یک ارسال دیگر، ولی اندک دورتر بود. چون محافظتگری دسته ایران توپ را از میدان زده بیرون میکند. ویانا حقشیناس این هم بازیگران احتیاطی دسته بانوان ما هستند. اونجا در من اولفتما کبیرزاده، ملیکا عبداللووا
маҳбубахон қаҳорова, гулмира нормуродова, зульфия рустамова, малоҳат додуматова, роза тоҷибоева, нозофарин иброҳимова, ширина ҷуламуродова, алиса ҳусанова, хайринисо акрамова ва элмира қаршиева. ҳамлаи навбати бозингарони мо. боз як талоши дигар ва инҷо имкон ҳаст барои анҷом додани ҳамла. Чӣ кор мекард инҷо бозингари дастаи мо ва як тӯбравои бисёр ҳам хуби Меҳрона Давлатова. ҳоло ауд ба фоидаи бозингарони мо. ба ҳар сурат хеле буҷуратона бо як ангезаи баланд футболбоздухтарони 20 солаи мо ба таври шоён дар муқобили Эрон бозӣ карда истоданд. ва инҷо ҳамлаашон чандон хуб сурат нагирифт. бисёр як бархурди хуб ҳам буд дар канори майдон. тӯб дар ихтиёри бозингарони Эрон. рақобат дар маркази майдон барои ба даст овардани тӯб аз сӯи бонувони мо ҷараён дорад. инҷо дарвозабони дастаи мо тӯбро аз майдон зада берун кард. ин варианти дурусттар ҳам буд. ҳоло талош босам аз сӯи бозингарони мо. камила расулова буд. босам мубориза мебарад барои гирифтани тӯб. зарба аз масофаи дур иҷро мешавад аз сӯи маҳдис рустамӣ, вале тӯб ба назди дарвозабони дастаи мо меравад. 20 дақиқа сипарӣ мешавад аз шурӯи рақобат. инҷо дар ситоли мураббиёни дастаи бонувони мо Фарҳод Холбеков ҳам ҳаст. мо ӯро фаромӯш кардем. ёрдамчии сармураббии дастаи ё бошгоҳи футболи Регар Тадас. аз ду фурсати худ, аз ду имконияти хеш бозингарони мо хуб истифода бурданд ва дарвозаи дастаи Эронро рахна карданд. инҷо ба ҳамдигар ҳоло монеа шуданд бонувони мо. махсусан дар ин вазъият Нозия Абдуғафорова, акнун Фарҳод Холбеков дар экранои мо шумо ва боз муҳофизатгари канори дастаи мо андаке нофаҳмӣ доштанд. хуб, довар ҳоло иҷоза медиҳад дақиқаи 22 рақобат барои об нӯшидан ба бозингарони ҳарду тим. ва ин голи нахусте буд ки аз ҷониби муҳофизатгари мо Носия Узуқова зада шуд дар дақиқаи дуюм ё сеюм буд ва баъдан дар дақиқаи даҳум голи дуввум боз ҳам аз иштибоҳи бозингарони дастаи Эрон зада шуд. хеле ҳаракатҳои хуб аз ҷониби Маҳинос Нурова ва бубинед ки зарбаи задаи бо гол анҷом ёфт ва дастаи мо бо ҳисоби 2-0 пешсаф шуд. хуб, ба майдон бармегарданд бонувони мо Юсуф Рабиев ва Фарҳод Холбеков. ҳоло дастур медиҳанд.
توجه میکنیم حالا با تلاشی بازیگران دسته اینجا یک عمل کردی اندکی خطا هم بود. ضربه جریمه‌ای البته هر یک لحظه که میتواند ضربه جریمه‌ای باشد توپ از میدان بیرون شده باشد یا چیزهای دیگر به نفع بازیگران ما این برای وقت کشی هم خیلی شرایط خوب است. توپ را حالا بازیگران ما دادند به فوتبال دختران ایران ولی محافظتگران ما خیلی چالوکانه در این حالت تلاش میکنند. پرتاب خیلی بلند و امکانیتی بسیار خوب برای بازیگران ما و بیا توجه میکنیم پاس خوب بود اما اندکی شاید بازیگران ما نرسیدند به توپ. خیلی خوب خیلی خوب بانوان ما تلاش میکنند برای برطرف کردن حمله های دسته حریف. اوت با فایده بازیگران دسته ایران و ضربه کنجی است برای آنها. ضربه کنجی برای بانوان ایران. پرتاب خیلی بلند و بیا توجه میکنیم با این وضعیت تلاش کرده ایستادن بانوان ایران هم. فرهاد خلبکوف بود در اکران‌های ما و شما. به نفع بانوان 20 ساله تاجیکستان. زود به خط محافظه برمیگردند بانوان کشورمان. در هر پارچه میدان در هر موقع میدان حالا تلاش دارند برای برطرف کردن حمله های حریف. توجه میکنیم دوستان عزیز سالا با حمله های بازیگران ایران.
اکنون ضربه جریمه‌ای است. در نتیجه توپ کاپیتان دسته بانوان کشورمون شاهزاده اوچیلدیوا. معلوم است که برای بانوان ایران دشوار افتاده ایستاده است. جواب گفتند به گل‌های بانوان ما. دقیقه 30 رقابت. 15 دقیقه دیگر تو فرجام نیمه اولی بازی باقی مانده است. اگر با همین حساب بانوان کشورمون با تنفس روند این کاری کلان خواهد بود. و در موسم 2026-27 در لیگ قهرمان‌های آسیا بین بانوان خوشبختانه اولین بار یک دسته زنانه تاجیکستان، یک دسته یا کلوبی فوتبالی زنانه تاجیکستان اشتراک میکند. این دسته بانوانی کلوب مرکزی ورزش ارتش است که مسابقه هم در تاجیکستان از 17 آگوست تا 23 آگوست برپا می شود. حریفان دسته ارتش بام خاتون ایران، اتحاد اردن و النصر عربستان سعودی است. و این همون لحظه که برخورد بازیگر رقم 11 دسته ما و دروازه‌بان دسته ایران بود. ضربه جریمه‌ای برای بانوان ایران. ضربه جریمه‌ای رو می‌بینیم، پرتاب خیلی بلند. والو برخورد اینجا دوباره به نفع بانوان ایران ضربه جریمه‌ای می‌دهد. خب برخوردند که شدتش بلندتر هم بود. طوری دیدیم. خب بالا بیا توجه میکنیم پس ضربه جریمه‌ای شاهزاده اوچیلدیوا. بازیگران ایران حالا حمله میکنند از کنار چپ، بسیار خفناک هم نماید این حمله. به توجه میکنیم خوشبختانه بانوان ما موفق شدند برای برطرف کردن این حمله. و یک برخورد دیگر هم بود. تو با بازیگر رقم 8 دسته ایران هستید، یاسین جعفرنیا.
و این همون حالتی که از پای هفتید مریم خلیلی بازیگر رقمی 10 دسته ایران و دعوا هم دارد با داور. حالا امکانیتی با حمله رفتن به عنوان ما هست. آفساید بود است اینجا. ادامه حمله بازیگران دسته ایران و خوشبختانه محافظتگران ما باز هم موفق شدند برای برطرف کردن این حمله. و ضربه جریمه‌ای نوبتی، اما به عنوان ما اعتراض میکنند که اینجا هیچ چیز نبود. ضربه جریمه‌ای برای بانوان ایران. حالا باز یک ضربه دیگر از جانب یسنا جعفرنیا دروازه‌بان ما فرهناز خلدار و بسیار عالی هنرنمایی کرد. امکانیتی به حمله رفتن وجود دارد. ولی بازیگران ایران حالا موفق شدند. برای برطرف کردن، برای توپ ربایی بانوان ما خیلی خوب هنرنمایی کرده ایستادند. حمله نوبتی بازیگران دسته ایران. دقیقه 38 رقابت هم آغاز شد و اینجا خطا بود، ولی بنابر سبیان که توپ در اختیار بانوان ما بود داور این حالت را به نوبت نگرفت. بازی حالا ویران شد مقابل بازیگر دسته بانوان ما. دروازه‌بان ما فرهناز خلدار و بسیار عالی هنرنمایی کرد. حالا با توپ باز هم بانوان ایران پرتابی خیلی بلند اینجا دروازه‌بان ما میتواند به پیش برآید و امکان توپ رو به درون جریمه‌گاه گرفتن و با دست داشتن هم وجود داشت، ولی
шояд варианти барои худ беҳтарро қабул кард ва тӯбро аз майдон зада берун намуд, чунки хеле наздик буд Меҳрсо Барорӣ ба дарвозабони дастаи мо. خب دقیقه 40 است. زیاد از 5 دقیقه دیگر تا فرجام نیمه اول. ما پایان نیمه اول رو انتظار هستیم. بالا ضربه بازیگران ایران و خوشبختانه دروازه‌بان ما توپ رو داشته گرفت. فرهناز خالدورова. باز هم فشاری بانوان ایران و توپ متاسفانه از میدان بیرون شد. دوستان عزیز اینجا معذرت میپرسیم 40 دقیقه معین شده بود است برای این سینوسول در مسابقه جام کافا. یک قسم عبارت از 40 دقیقه، برای همین 2 دقیقه دیگر زم کردند. اصلا در بعضی سینوسولی بانوان نه 45 دقیقه بلکه 40 دقیقه زم میکنند. ولی حالا 40 دقیقه و باز 2 دقیقه دیگر بازی خواهند کرد. خیلی حالت خفناک برای بانوان ما و تلاش کنند بانوان ما امکانیت ندهند، اجازه ندهند برای ضربه. خیلی خفناک است بازیگری رقم 10 دسته ایران مریم خلیلی و خوشبختانه این حالت اندک بیرون شده است جریمه‌گاه. اولی این وضعیت رو برطرف کردن. 1 دقیقه دیگر باقی مانده است. 1 دقیقه دیگر. وضعیت خفناک و آفساید گرفته می شود. آفساید 100% آفساید. حالا امکانی هست برای بازیگران ما و ببینید از روی سرعت چگونه بازیگری دسته ما تلاش میکنند، اما اینجا پس نبود. وضعیت خفناک رو میتواند به میان آید و صدای اشتکی داور. پایان نیمه اول رقابت. دوستان عزیز 2-0 بانوان 20 ساله تاجیکستان در مقابل ایران پیشرفت هستند و مؤلفان گل البته که نوزیا اوزاقова، همین نفری که در اکران ها میبینید، و بعداً مهیناز نورова. این نفر نوزیا اوزاقова است، بازیگر رقم 13 که گل اول رو زد و بازیگر رقم 5 مهیناز نورова گل دوم رو به هدف رساند در دقیقه 13 و 11 و با همین نیمه اول به نفع بانوان ما جمع بست می شود. منتظر میشم قسم دومی رقابت را.
Отведя, Емир. Ты як на кардак, кушишь на какие тюкни. Вот чего ты мол, як? Давай, там бери болты, вот и выходаны. Роза, видишь, потеряла ты вот этот выход, потеряла. Ты раньше, опять раньше время выпрыгиваешь. Вот чего ты, и мяч, и рука, и мяч, и рука. Как хорошо ты научилась, так сейчас видишь, опять разучилась. Даешь? Давай, да. О, вот сейчас отлично, сейчас нормально. Вспоминайте. Молодец, я доедь, я дальний, да? Оу! Али! Да, видишь, по повороту, на посадке ворота до конца. Ай, молодец, молодец. Давай, давай. Kasıt kacalarda taraf kutuları hiç kanı. Ben kopya yordan bir. Ой, ой, ой. Она говорит, что все Алис давай, поменяй, подыши теперь, отдохни. О, бегай, бегай. Чтобы война потом, не это пар. Надо спать.
Вот, Нарисагян. Parte bırakın. دوستان عزیز برمیگردیم با نیمه دومی رقابت در حیطی دسته ایران. اینک دو تغییرات می شود، هم در دروازه هم در میدان و البته که این تغییرات ها از جانب سرمربی دسته بانوان ایران گرفته شده است. مخصوصا یلینا شهبازی دروازه‌بان دومی دسته ایران به میدان می آید و او دروازه‌بان اساسی را عوض می کند. و اینچنین بازیگر رقم 5 اسما جهان شاهی وارد میدان شد و بعدا باز در مورد تغییرات دسته ایران حتما گفته میگذاریم و حالا باشد توجه میکنیم. در حیطی دسته بانوان ما هیچ تغییراتی به نظر نمیرسد و صدای اشتراکی داور را انتظار هستیم. 40 دقیقه دیگر 40 دقیقه نیمه دوم در پیش است ما و شما را و فکر میکنم که فعلا حالا باید بانوان ما 40 دقیقه دیگر را خیلی خوب انجام دهند و تلاش کنند برای به دست آوردن پیروزی در مقابل این تیم قدرتمند. از همین خاطر دوستان عزیز من فکر میکنم که حالا در قسم دوم اندک دشوار هم هست ولی باور داریم که بانوان ما این کار را در سطح خیلی بلند انجام میدهند. خب گفتیم تغییرات در خط دروازه صورت گرفت. در حیطی دسته ایران با جای یک تا نهنگ دروازه‌بان اساسی به میدان تحت رقم 1 یلینا شهبازی وارد میدان شد. این تغییرات یکم بود و بعدا تغییرات دومی که در حیطی دسته ایران اتفاق افتاد این با میدان آمدن بازیگری رقم 5 بود. حالا تلاش بازیگران تیم ایران است. خب بازیگر رقم 11 رو بازیگر رقم 5 وضع کرده است، یعنی اسما جهان شاهی در حیطی دسته ایران به جای بازیگر رقم 11 تینا قربانی به میدان آمده است. به توجه میکنیم بار دیگر به حیطی دسته ها نیمه دوم رقابت است. هر یک قسم عبارت از 40 دقیقه. حیطی دسته بانوان کشورمان فرهناز خلدار و در دروازه است. در خط محافظه کاپیتان دسته شهزاده اوچیلدیه و رقم 15 رقم 5 ماهیناز نور و مؤلف گل دوم رقم 6 امینه حسین و 7 مفتونه عربه و رقم 13 نازیه اوزاقه و مؤلف گل اولی دسته بانوان 20 ساله تاجیکستان. در مرکز خب رقم 10 شهزاده جورای و رقم 11 مهران دولت و رقم 17 نازیه عبدالغفور و رقم 21 یک وضعیت بسیار خفناک برای بانوان ما و خوشبختانه این حالت برطرف شد. خیلی عالی هنرنمایی کردن محافظتگران ما
رقم 21 ریحانه شامورودова و رقم 19 کامیلا رسولова. خیلی امکانیت خوب بود برای بانوان ایران و ببینید که چگونه محافظتگران تیم ما واقعا عملی هنرنمایی کردند و این وضعیت رو برطرف نمودند. سرمربی دسته بانوان 20 ساله تاجیکستان یوسف ربیف است. هیئت دسته ایران اکنون در دروازه هنرنمایی میکند. یلین شهبازی در میدان باشد. رقم 7 مهدیس رستمی کاپیتان دسته، رقم 4 ویانا حق شیناس، رقم 6 فاطمه لطفزاده، رقم 8 یاسنو جعفرنیا، 9 مرسا براری، رقم 10 مریم خلیلی، رقم 5 اسما جهانشاهی، رقم 16 تارا نوروزی، رقم 7 تانیا قربانی و رقم 20 سارا فلاورجانی. سرمربی دسته مریم جهان نجاتی است. کمک رسانیده می شود به کاپیتان بانوان 20 ساله تاجیکستان. فکر میکنم حالتش خوب است. داوری بازی امروزه از ازبکستان است. نصیبه بانو تاش محمدова. حالا باز یک برخورد. متوجه میشویم با تلاش بازیگران ما در آغاز نیمه دومی رقابت. دقیقه 45 و گفتیم هر یک قسم بازی عبارت از 40 دقیقه است. از همین خاطر حالا 5 دقیقه نیمه دوم الکی سپری شد. خب ما گفتیم هدف اساسی آمادگی به جام آسیا است میان بانوان 20 ساله. برای همین دسته ما تلاش خواهد کرد برای اشتراک در این مسابقه. اصلا جام آسیا برگزار می شود، برگزار شده بود مثلا جام آسیایی 2026 ماه اپریل امسال، ولی اونجا 12 دسته بهترین قاره اشتراک کردند. تاجیکستان البته در بازی‌های انتخابی مسابقه‌ای که امسال صورت گرفته بود اشتراک کرد. مسابقه هم در تاجیکستان صورت گرفته بود ماه آگوست سال گذشته و در 3 بازی 3 باخت داشتیم و نتوانستیم از گروه به قسمت دیگر راه خواهد گیریم. ادامه حمله بانوان ایران و داور اشاره میکند که ضربه جریمه‌ای است با فایده بانوان ایران و کارت زرد. حالا با بازیگر رقم 21 ریحانه شامورودова نشان داده می شود. خب بیاد متوجه میشویم ضربه جریمه‌ای میتواند خیلی خطرناک باشد. باز هم در نزد توپ بازیگر رقمی 8 دسته ایران است. پرتاب او و خوشبختانه این حالت برطرف شد. پرتاب یاسنو جعفرنیا خیلی هم بلندتر از میدان بیرون گردید.
حالا ضربه خیلی هم خفناک و حساب 2-1 می شود. 2-1 بازیگری رقم 9 دسته ایران مهرسا باروری ضربه را اجرا کرد که برای دروازه‌بان دسته ما فرهناز خالدار و برگرداندن آن دشوار بود. اینک در دقیقه 9 نیمه دوم حالا بانوان ایران یک گل جوابی میزنند بعد دروازه دسته بانوان 20 ساله تاجیکستان. حساب 2-1 می شود ولی بازی در پیش است. ببینید چگونه اصلا آزاد گذاشتن همین بازیگر رقم 9 دسته ایران رو، پیش روی او رو میگرفتند. من فکر میکنم هیچگاه ما چنین ضربه رو نمیدیدیم، ولی در یک حالت آمینه حسینова در این لحظه میتوانست حمله دسته ایران رو برباد دهد. ولی ایرانی ها در نیمه دوم حالا میبینیم تشبوس نشان داده ایستادند و باز هم دشوار است اینجا دو دفعه محافظتگران ما اندکی خطا میکنند در نزد جریمه‌گاه. بانوان ما دعوا میکنند که توپ به پای بازیگری دسته ایران رسیده است. این حمله هم برباد داده می شود. بسیار عالی و یک ضربه خیلی هم بلند توپ از بالای دروازه دسته ما از میدان بیرون شد. در قسم اول فرهناز خالدار بسیار عالی هنرنمایی کرد. حالا امکانیتی رفتن به حمله وجود دارد. دوباره اشاره میکرد که اوت به نفع بانوان ایران است. اینجا یک بانی ما حالا در زمین خوابیده است، به کمک طبیبان نیاز دارد. ادامه حمله بانوان ایران، پرتاب خیلی بلند، وضعیت بسیار خفناک و خوشبختانه توپ از پهلوی دروازه از میدان بیرون شد. نگاه داشتن حساب بازی اکنون دشوارتر می شود. یادآور میشم که این یک مرحله آمودگی است، به هر صورت باید تجربه خیلی خوب کسب کنند. بیان متوجه میشویم. تأخیرات حالا از جانب سرمربی دسته بانوان تاجیکستان انجام نشده است. در دو گلی که بانوان ما به دروازه دسته ایران زدند خیلی خوب هم تلاش کرده بودند. و باز هم اوت.
با صدای خیلی هم بلند سرمربی دسته بانوانی ایران تیمش را تشویق میکند. تلاش بود ولی نتیجه نمیدهد. اکنون بازم بازیگران دسته ایران با توپ همین گونه باید حمله های حریف رو باز هم یک حمله دیگر از سوی بانوان ایران است. این میتواند خطرناک باشد و داور پنالتی تعیین میکند. با دروازه دسته ما تو با بازیگر رقم 13 رسید. متاسفانه نازیه اوزاقова مؤلف گل اول و داور ازبکستانی بچونو چرا ضربه پنالتی تعیین کرد. بیاید ببینیم. اما این پنالتی نیست دوستان عزیز. خب دست با تو با دستی راست زده بود یا نه؟ از این زاویه میبینیم که دستی بازیگری دسته بانوان ما با بدنش چسبیده بود. یا با دستی چپ رسید. به هر صورت یک بار دیگر کارگردانیشون میداد خوبتر بود، ولی در همین لحظه ما دیدیم که تو با دست چپ نرسیده بود. خب ضربه پنالتی در نزد توپ بازیگر رقم 8 است. یاسنو جعفرنیو. بیاید میبینیم. فرهناز خولدارова و حساب 2-2. دقیقه 56 رقابت حساب بازی 2-2 می شود و دو دفعه بانوان ایران هم در آغاز نیمه دوم موفق شدند. فرهناز خولدارова کمون کرد که ضربه به کناری راستی دروازه روان می شود. حالا تلاش میکنند. مبارزه باید برد. امکانیت نداد به بازیگران ایران در همین گونه مخصوصا مسافه. آنها میتوانند ضربه های خیلی خطرناک اجرا کنند از مسافه دور.
یک امکانیت خوب هست برای آغاز کردن حمله. اینجا دو نفر بوسینگر به میدان می آید در حیث دسته بانوان تاجیکستان. حمله ایجابی دسته ایران. این حالت هم برطرف شد. یک ضربه از روی دور زده بوسینگران دسته ایران برطرف شد. وضعیت خفناک برای بانوان ما و حساب 3-2 دقیقه 59 رقابت. مؤلف گل بوسینگر رقم 10 مریم خلیلی بود. Goal for Islamic Republic of Iran. Scored by player number 10, Mariam Khalili Farah. ببینید یک دولانی کشاد را برای بازیگر رقم 10 دسته ایران گذاشتند به عنوان ما و او باید دروازه‌بان 1-1 برآمد و توپ را در این دروازه روان کرد. 3-2. حالا دو تغییرات می شود. امینه حسین و رقم 6 رقم 11 مهرانه دولت و ایواز شدند و با جای آنها رقم 4 محبوبه خان قهارова و رقم 12 ملاحت دوداماتова وارد میدان شدند. Substitutions for Tajikistan. Player number 11, Mehmana Latova, replaced by player number 12, Malahat Badumatova. And player number 6, Emina Husanova, replaced by player number 4, Mahbubahon Kawarova. به نفع بازیگران ما فرصت بهترین رو بانوان 20 ساله کشورمان از دست دادند. حسابی تو بر صفر پیش صف بودند ولی بعداً 3 گل در قسم دوم سر دادند به دروازه خود. بیست دقیقه دیگر در پیش است. باز هم حمله بانوان ایران از کنار چپ این دفعه و آفساید. خب داور باز هم حالا وقت میدهد برای نوشیدن آب در حیث دسته ایران. حالا بازیگر عوض می شود. فوتبال بانی رقم 10 مؤلف گلی سیوم مریم خلیلی عوض می شود و با جای تحت شماره دوم با رقابت می براید باران حسینی. بازیگر رقم 6 اینجا خطا بود. فکر کنم خطا بود. شاید از جانب دسته ایران نفر دیگر را گفتند و داور احتیاطی نفر دیگر را حالا با میدان برآورد یا خود نشان داد. خب باران حسینی آمد. تر نوروزی بازیگر رقم 16 عوض شده است. Substitution for Islamic Republic of Iran. Player number 16, Tara Nowrouzi, replaced by player number 2, Baran Hosseini.
بازی دوام میکند. بازی دوام میکند. ادامه حمله بادموری ما و توپ رو این دفعه دروازه‌بان دسته ایران داشته گرفت. یک بازیگر محل جراحت برداشت در میانه میدان. فکر میکنم به کمک تایبان نیاز دارد. وقت به هر صورت کم باقی مانده شده است. تنها 15 دقیقه دیگر. بازیگران ایران الکی کاری خود را انجام دادند. 3 دفعه در قسم دوم دروازه دسته ما را رخ نکردند. خب اینجا یک بانوی دسته ایران بعد از برخورد در زمین خوابیده است. حالتش شاید چندان خوب نیست. این بازیگر رقم 17 تانیا قربانی است. حالا ادامه حمله بازیگران دسته ایران. ادامه حمله بازیگران ایران و خیلی خوب هنردمایی میکنن محافظتگران ما. پورا اگر گویم در قسم دوم توپ در اختیار بازیگران ایران است و آنها بیشتر حمله ها انجام میدهند خطا نمیکنیم. حالا یک ارسالی تو بسیار عالی هم هست. فرصتی هست که امکانیت ادامه دادن حمله وجود دارد. امکانیت هست اندک شاید تجربه نرسید برای بازیگر رقم 21 ریحان. بازیگر رقم 21 بود ریحان شامورده بود. خب اینک کامیلا رسولووا عوض می شود و به جای او تحت رقم بازیگر بله کامیلا رسولووا بازیگر رقم دوم اولوفتما کبیرزاده به میدان وارد می شود. Substitution for Tajikistan. Player number 19, Kamila Rasulova, replaced by player number 2, Oluftamu Kabirzadeh.
دقیقه 69. تو بس به بازیگران ما از میدان بیرون شد. در نیمه دوم هم دروازه‌بان دسته ایران که در قسم دوم عوض شد در نزد دروازه‌اش چندان وضعیت‌های زیادی گلزنی رو هم ندید، چون بازیگران ما هم نتوانستند امکانیت‌های خوب در نیمه دوم به میان آورند. ولی حالا وقت است، اما اینجا آفساید به نظرم. نه، داور اشاره نکرد و اوت است. امکانیت هست برای بانوان ما و ببینید اینجا ضربه بر سر اجرا شد و این ضربه رو یلینا در زمان دسته ایران داشته گرفت. حالا باز هم امکانیت هست و اینجا آفساید. 10 دقیقه دیگر تا فرجام بازی است. در ایتی دسته ایران بازیگر عوض شد. با میدان بازیگر رقم 19 آمد، ارشیده نیکو منیش و او سارا فلاورجانی رو عوض کرد. بازیگر رقم 20 رو حمله بازیگران ایران. ضربه کنجی است. خب به توجه میکنیم دقیقه 72 بازی. پرتاب بازیگر رقم 6 فاطمه لطفزاده و خیلی خفناک و ببینید که چگونه هم دروازه‌بان و هم تیری دروازه کمک میکند. این گونه حالت در قسم اول هم بود. بازیگران ایران در قسم اول هم میتوانستند گل بزنند ولی همین گونه عمل کرد صد راه آنها شد. حالا باشد دروازه‌بان ما فرهنوس خلدورова بسیار عالی هنر نمایی کرد، خیلی عالی هنر نمایی کرد و تیری دروازه هم کمک نمود. وضعیت خفناک، وضعیت خفناک. باز یک ضربه دیگر. کاپیتانی دسته ما حالا آسیب گرفته است و فکر میکنم اندکی شاید جدی‌تر هم هست آسیبش. ببینید چگونه وضعیت خفناک بود، ولی خوشبختانه بازیگران ما مخصوصا دروازه‌بان محافظتگران سری وقت این لحظه رو برطرف کردند.
маълум аст андаке бозингарони мо хастам шуданд. ҳоло капитани дастаи мо аз майдон берун карда мешавад. фикр мекунам ҳолаташ он қадар хуб набуд. Шаҳзодаву Чилдиева. туб аз майдон берун шуд. талош кард бозингари мо Мафтуна Арабова, вале то анҷом муваффақ нашуд барои нигоҳ доштани туб. ва хеле хафнок ва хеле то як андоза душвор буд. аммо дарвозабони мо Фараҳноз Холдор ва тубро дар ихтиёри хеш гирифт. 5 дақиқаи дигар дӯстони азиз то фарҷоми ин бозӣ. ҳоло талоши бонувони мо Арабова пас анҷом мешавад аз миёни бозингарони дастаи Эрон. пас ба канори чап ва имконияти хуб аст барои анҷом додани як ҳамла. муҳофизатгарони Эрон тубро аз майдон зада берун мекунанд. имконияти хуб ҳам аст. имконияти хеле хуб барои бонувони мо, вале андаке фурсатро аз даст дод. бозингари рақами 5 ва имконияти бисёр хуб буд. довар чӣ ишора мекунад? офсайд. офсайд ишора мекунад, аммо бонуи мо онҷо осеб гирифтааст. малоҳат Додоматова. хуб агар лаҳзаи такрорро коргардон пешниҳод кунад мо мебинем. офсайд набуд ба назарам. инҷо баръакс дарвозабони дастаи Эрон бубинед муқобили бозингари мо хато кардааст. офсайд набуд. бозингар иваз шуд дар ҳайати дастаи Эрон. ҳоло ҳамлаи бонувони Эрон аст. ба ҷои бозингари рақами 9 Мерсо Барорӣ ба майдон бозингари рақами 13 Саид Заҳро. ҳоло як имконият аст барои бонувони мо ва имконияти бисёр хуб. Саид Заҳро Хонлорзода ба майдон ворид шуд. Islamic Republic of Iran. Player number 9, Mehersad Barali Shamsabad, replaced by player number 13, Sayed Zahra Khalanar Zadehnik Kolei
باز یک بانوی ما جراحت گرفته است. بازیگر رقمی هفتم مفتونه عربова. ثانیه های به شمار باقی مانده است تا انجام وقت اساسی بازی. جا بازیگر رقم 20 به میدان میاد در حیط دسته ما علیسا حسینова و جای مفتون عربا. There will be 5 minutes of added time. خب 5 دقیقه علاوه کرده شد به وقت اساسی رقابت. بچه ها هر کیه یا یار بده هر کیه یا خب همون تأخیراتی که بود انجام شد. Play number 7, Maftuna Arabova, and play by play number 20, Anisa Hussainova. و حالا باید توپ در اختیار بانوان ما باشد برای انجام دادن حمله. ایرانی ها حمله خود را انجام میدن در دقیقه دوم ایلوگی. ضربه از مسافه دور و فرهناز خالدار و توپ را داشته گرفت. امکانیت هست باید فشار آورن بازیگران ما. توپ را گرفت حالا اوچیلدیوا و بازیگران ایرانی هم زود توپ را به اختیار خود گرفتند. تلاش میکنند بازیگران دسته ایران برای انجام دادن یک حمله دیگر. آفساید نیست و اینجا حمله به دروازه‌بان ما بود در دقیقه 84. کارت زرد و سعیدی زهرا نشان داده می شود.
کمک رسانیده میشه به دروازه‌بان ما. خب داور باید وقت بدهد. خب باید فرانوس هولدور و توپ رو با بازی دارد از نزدیک دروازه. باز هم تلاش بازیگران ایران. خب یک امکانیت دیگر باید باشد برای بانوان 20 ساله تاجیکستان و در مرکز میدان اینجا اندکی حالت میتوانست به نفع او باشد ولی داور به این چیز متوجه نشد. حالا حمله بانوان ایران و صدای اشتراکی داور. بازی به انجام میرسد. دسته ما بازی که پویسا به تو بر صرف پیش صف بود، پویسا به 3-2 باخت و هر ساعت هیچ بوکی نیست. خیلی ارزنده به عنوان 20 ساله تاجیکستان بازی کردن به طور شایان در مقابل یکی از تیم های پرقوت ایران و اکنون میبینیم در مقابل ازبکستان و قرقیزستان با هرچی نتیجه به عنوان ما نویل میشوند و امید داریم که حتما نتیجه خوب به دست میآید و امروز اثبات کردن به عنوان ما که میتوانند با این دسته ها بازی برابر نشون دهند، میتوانند یک رقابت خوب هم و ارزنده هم به جا گذارند. گزارش مستقیم ما به انجام میرسد. صحتمند و پیروز باشید تا گزارش های بعدی.